سلام دوستای عزیز، خوش آمدین در یک برنامه دیگه. گفتم امروز نان پخته کنم برایشیم. باز آخر سری یادم آمده که کم نان بلدشیم بیلوم چرقن جور میشه اینا. از خمیر اینایش یادم رفته که بلدشیم بیلوم، چون گرفتار بودم یه خورده. دوستای عزیزی، یک دانه نان چی منده داخل کار دیگه. این قمی ما با چنگال چی میزنم، چو میزنم به قول از بگونیم. این رفیده من چقدر خوشگله، دست خصوصا مادرم درد نکنه چور کده. بعد نان که زدم در تندور من بدبخت کنه شده دیگه. دوستای عزیز، نان نشتیم در تندور ببینم پخته شده. اینا بفرمایید دوستای عزیز. این نان خوشمزه و تازه از من. هر کس میل داره باید ما بلدش پختمونم حتما در خدمت هستیم. ما که نانچگیر خیلی خوش دارم، خیلی زیاد دوست دارم. بقیه چطور در کامنت ها بلده این بگید.